با رهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی دایر گردید. در کار اجلاسی معاونان رهبری دستگاه رئیس شهر، رهبران واحدهای ساختاری دستگاه، کارخانه و مؤسسه‌های شهری، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظی حقوق، ساختارهای محلی مقامات مرکزی حاکمیت اجراییه و نمایندگان وسایط اخباری عامه اشتراک نمودند. در آغاز وکیلان کاتبات اجلاسی را انتخاب نموده، مسئله‌های روزنامه و ترتیب کار آن را تصدیق نمودند. نخست وکیلان رفت اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه از 12 سپتامبر سال 2023 تحت رقم 479 درباره تصدیق نقشه چهاربینی‌ها عاید به نیالچینانی و سبزکاری در موسم تیرماه سال 2023 و بهار سال 2024 در شهر دوشنبه را مورد بررسی قرار داده. در رابطه با این معاون صاحبی رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امامعلی با معاونی رئیس شهر دوشنبه یکجا با رئیسان ناحیه‌ها و دیگر ساختارهای دخلدار سپارش دادند که کار را در سمت آبادانی و سبزکاری، تامین حفظ محیط زیست، بهداشت وضع سانیتری، شنانیدن گل‌های موسمی، سبززارکنی و تازه و آزاده نگاه داشتن کوچه و خیابان‌ها، باغ و گلگشت‌ها و اطراف شاهراه‌های درآمد شهر تقویت بخشند. همزمان با این بخشیده به استقبال جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی، روزهای شنبه و یکشنبه حشرهای دسته‌جمعانه با جلب کارمندان تشکیلات و کارخانه‌ها، مؤسسه‌های معارف و تندرستی و اهل جماعتچگی پایتخت برای تازه و آزاده نمودن کوچه و خیابان‌ها و شهرک و محله‌ها به راه مانند. در ادامه اجلاسی وکیلان رفت اجرای نقشه چهاربینی‌های مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه عاید در عمل تطبیق نمودن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 22 ایون سال 2023 تحت رقم 586 درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی را مورد محاکمه قرار داده. وابسته به مسئله مذکور گزارش معاون صاحبی رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه با معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار جهت وسعت دادن حساب برابرکنی‌های غیر نقدی در تمام ساحه‌ها و تحت نظارت قرار دادن جریان اجرای آن دستور و سفارش‌های مشخص دادند. همزمان دستور داده شد که وابسته به تقویت بخشیدن کارها طریق غیر نقدی در سمت اجرای اندازها، دیگر پرداخت‌های حتمی و همه نماد خدمت رسانی در تمام تشکیلات و کارخانه‌های حدود پایتخت نوابسته از شکل مالکیت پیوسته تدبیرهای تأخیرناپذیر اندیشیده شود. سپس جریان تطبیق استراتژی رشد صنعت در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 و رفت اجرای نقشه چهاربینی‌های مقامات اجراییه حاکمیت دولتی شهر دوشنبه در این ساحه محاکمه گردیده. وابسته به این مسئله حسابات معاون صاحبی رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امامعلی با معاونی رئیس شهر دوشنبه سرپرست ساحه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که وابسته به اجرای استراتژی و نقشه چهاربینی‌های مقامات عاید به اعلان نمودن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت، بنیاد کارگاه و کارخانه‌های نوی استحصالی، به کار انداختن کارخانه‌های از فعالیت بازمانده و تشکیل جایهای نوی کاری، تقویت بخشیدن رشد صادرات و وسع نمودن امکانیت‌های صادراتی و در مهلت معین شده به استفاده دادن کارخانه‌هایی که افتتاحشان به نقشه گرفته شده است، تدبیرهای ضروری را راه‌اندازی نمایند. وکیلان در ادامه جنبست نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر دوشنبه در نیم ساله اول سال 2024 و وظیفه‌ها برای نیم ساله دوم را محاکمه نموده. در این رابطه گزارش معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. با معاون یکم و معاونان رئیس شهر دوشنبه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر و دیگر ساختارهای دخلدار سپارش داده شد که وابسته به اجرای سری وقتی و با صفت کارها بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تقویت بخشیدن روند کارهای بنیادی مؤسسه‌های تعلیمی و تا مکتبی، اجتماعی، تندرستی و دیگر انشاءات‌های انفراستراکچوری تدبیراندیشی نمایند. اینچنین بهر رشد باثبات پایتخت جهت جلب سرمایه مستقیم، تقویت کارها وابسته به لایحه‌های تطبیق شونده و جلب صاحبکاران سخاوت پیشه به کارهای آبادانی و سازندگی چاره‌اندیشی نمایند. همزمان با این برای اجرای صفتناک برنامه‌های ساحوی به خصوص معارف و تندرستی، فرهنگ و سیاحی، آب و کاریز، برق و گرمیدهی، نقلیات و کمونیکاسیا، کار با زنان و عائله و جوانان و ورزش کارها را جانناک نموده برای استفاده ثمرناک و مقصدناک مبلغ‌های بودجتی، تامین شفافیت خراجات آن، دریافت سرچشمه‌های نوی درآمد، اجرای نقشه انداز و کم نمودن بقیه پولی‌های اندازی، تمام چاره‌های سودمند را راه‌اندازی نمایند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در ساحه‌های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبست کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی
аз ҳозирин даъват ба амал оварданд ки ҷиҳати сазовор ҷашн гирифтани 33-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву зебогардониро дар пойтахт ҷоннок намуда баҳри таҳким бахшидани рушди самтҳои ҳаётан муҳими шаҳрдорӣ камари ҳиммат банданд. бо ҳамин иҷлосияи 18-уми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум кори худро анҷом дод. дар ноҳияҳои Фархору Восе беш аз 13000 гектар заминҳои корам ба воситаи пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ карда мешаванд ки зиёда аз 7000 он ба ноҳияи Восе рост меояд. давоми солҳои охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пойгоҳҳои обкашӣ дар ин ноҳияҳо таъмиру таҷдид гардиданд ва мушкилот дар самти обрасонӣ ба кишоварзон ҳалли хешро пайдо кардааст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. Холмурод Холмирзоев беш аз 14 сол мешавад ки дар пойгоҳи обкашии ҷануб яги ноҳияи Восе дар вазифаи сардори пойгоҳи обкашӣ фаъолият мекунад. пойгоҳи обкашии мазкур барои обёрӣ кардани заминҳои корами обӣ хизмат мерасонад ва дар натиҷаи фаъолияти дарозмуддат таҷҳизоти он кӯҳнаи фарсуда гардида буданд. новобаста ба ин Холмурод бо коргаронаш кӯшиш мекарданд муҳаррик ва дигар қисмҳои пойгоҳро сари вақт таъмир намуда дар мавсими обрасонӣ кишоварзонро бо оби полезӣ таъмин созанд. солҳои пештар пойгоҳи обкашӣ таъмир набуданд, дар хотире ки фирмаҳое ки омадан пойгоҳи обкаширо аз нав таъмир карданд. пойгоҳи ҷануби 1 2 агрегат таъминот шуд, ҷануби 2 3 агрегат таъминот шуд. агрегатҳои мисол чӯшон баландтар танқисӣ нест, оби полезӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ мерасонад. зер як лоиҳаи давлатӣ пойгоҳи обкашии мазкур чун дигар пойгоҳҳои обкашии ноҳияи Восе ва ноҳияи Фархору шаҳри Кӯлоб таъмиру таҷдид карда шуданд ва дар онҳо таҷҳизоту лавозимоти муосир ва агрегатҳои пуриқтидор васл гардиданд. ҳоло пойгоҳи обкашии ҷануб як бе мушкилӣ фаъолият дорад ва ҳамарӯза бо дархости ассотсиатсияҳои истифодабарандагони об хоҷагиҳои деҳқониро бо оби полезӣ таъмин менамояд. асосӣ дар ҷамоати Абди Авазов 2500 гектар обёрӣ мешавад. аз ҷанубӣ як ба перекачка қариб 300 қариб 600 гектар обёрӣ ҷорӣ карда мешавад. пойгоҳи ки ҷанубӣ пойгоҳи ҷануби 1 зиёда аз 3000 гектар обёрӣ карда мешавад аз ҷамоатҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ. мувофиқи шартнома мешавад, баъд дархост мешавад, дархост мекунанд, мақсад чанд куб об даркор мешавад. мисол мо аммо мувофиқи заявкаи додагишон ҳамқадар оба мо таъминот карда метавонем. мавриди зикр аст ки дар ноҳияи Восе беш аз 8000 гектар заминҳои корам ба воситаи насосҳо обёрӣ карда мешавад ва таъмиру азнавсозии пойгоҳҳои обкашӣ мушкилоти деҳқононро дар дастрасӣ ба оби полезӣ осон хоҳад кард. дар баробари ин идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳия аз рӯи лоиҳа заҳбуру заҳкашҳоро тоза карда иншооти обрасониро аз таъмир баровардааст. обанбори селбур ки ғунҷоиши беш аз 20000 миллион кубометр обро доро буд таъмир карда мешавад ва дар мавсими обрасонӣ хоҷагиҳои ду ҷамоатро бо об таъмин менамояд. дар ҳудуди ноҳияи Восе зиёда аз 14000 гектар заминҳои обӣ мебошад ки ба хоҷагиҳои деҳқонӣ тааллуқ доранд. хоб айни замон ба дастгирии пешои миллат асосиёни сулҳу ваҳдат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 5 пойгоҳи обкашии ҳудуди ноҳияи Восе таъмири капиталӣ рафта истодааст. айни замон аз ҳисоби лоиҳаҳо канали Танобчӣ ба дарозии 11 километр ва Тугарак 10 километр пурра тоза карда шуданд ки дар ҳолати пурра ба анҷом расидани корҳои таъмирӣ ҳудуди ноҳияи Восе хоҷагиҳои деҳқонӣ пурра аз танқисии об мебароянд. зиёда аз 14000 гектар замини обӣ буда 8000 он бо тариқи насосҳо обёрӣ карда мешаванд. бо фароҳам омадани шароит кишоварзони ноҳияи Восе мақсад доранд кишти такрориро аз нақшаи дурнамо зиёд намоянд ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро афзоиш диҳанд. дар ин кор ба онҳо Холмуроду дигар кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрӣ кӯмак мерасонанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Восе барои барномаи Навид.
استفاده از گرمخانه‌ها در شرایط تغییریابی اقلیم سیاره امر ضروری بوده. نقش آنها در تامین امنیت عضوخواری مملکت مهم معنی کرده می شود. طی چند سال اخیر در شهر اصفهان نیز جهت استفاده گرمخانه‌ها توجه خاص روانه گردیده. هر موسم در آنها نمودهای گوناگون سبزیجات پرورش کرده می شود. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاران منطقوی ما. در جماعت دهات چارکو ناصر جان رحمانов 5 سطح گرمخانه دارد که سال دوم حاصل فراوان به دست می آورد. در آن بادرینگ، پمیدار پرورش کرده می شود. موافق با دستور و سپارشات رهبر دولت در موردی در همه فصل سال تامین نمودن اهالی با میوه و سبزیجات تر و تازه از طریق رونق ساحه گرمخانه داری جهد و تلاش پرثمر به خرج داده می شود. این گرمخانه زمانوی تنها با نور آفتاب گرم کرده می شود. الکی در این موسم در قناوت بخشیدن بازار داخلی و تامین اهالی با سبزیجات تر و تازه سهم شایسته می‌گذارد. اساساً پمیدار و بادرینگ با آب طریق قطرگی پرورش می‌نمایند. همین گرمخانه 2 سال شد گرفتم. پارنا همین جایی همینجا یک 5 سوتق و بادرینگ کردم. بادرینگ غیرجان حاصل نغز داد. من امسال جاش آلش کردم با پاملوری آن کردم که برای آبادی چارکو برای بازار با برابر فروختن مغازه ها و تقسیم کرده دادن. این پاملداری نامش آن ما همین کار پیش میبریم که برای دهه بهبودی نقش شود. پاملداری بادرینگ حاصل های قلنفر کرم حاضر انمینا از انمی جاش میگیرم بعد جای نام با میشنونم باز این اضافه کشه یک نرتی نامه برده جای نام میشنونم همین جاهایی که جایی خالی هست همین برده میشنونم از این ریشه میگیرد بعد با حوصله خودش میبرد آنو میبرد. 1-2 سال زیادتر شد همین ناصر جان من که همین متخصص همین سوال هایم تجربه چندین سال دارم نزد من به اومد مصلحت پرسید که همین یک گرمخانه هایو همون یک بار رفته مصلحت تید. من اومده دیدم جاش جای موافق فقط مهنت طلب میکرد. من باورم های که از همین فایده نغز میبینه سطح زندگیش بلند میگرده. پروگرام عضوخواری به فکر من به همین طلبات به جوابگو. تامین بازارها با سبزیجات تر و تازه از نتیجه مهنت پرثمر دهقانان و برای ماندن پرورش زراعت‌ها در گرمخانه‌ها وابستگی دارد. در این سمت پیشبرد امنیت عضوخواری کشور سهم خواجگی‌های خرد و میانه شهر اصفهان نظررس است. ناصر جان رحمانov ابراز می‌دارد که از کشت و پرورش سبزیجات به خصوص پمیدار و بادرینگ درآمد خوب به دست می‌آورد و همیشه کوشش می‌نمایند از هر یک پارچه زمین ثمرناک استفاده برند. تأمین امنیت عضوخواری یکی از هدف‌های افضلیت‌ناک استراتژی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌شود. برای رسیدن به هدف به اندیشه متخصصان زیاد کردن میدان کشتی تکراری به منفیت کار است. با درک این مسئولیت خواجگیداران شهر استرافشان در دایره وسعت تدبیرهای موسمی صحرایی معرکه کشتی تکراری زراعت را می‌تیزانند. سال جاری دورنمای کشتی تکراری در شهر استرافشان زیاده از 1364 گکتار را در بر گرفته تا امروز در زمین‌های از غله و پیاز و کارتوشکا آزاد گردیده 52% نقشه اجرا و بازرگانان نوحه عزم دارند که کشتی تکراری را هرچه زودتر به انجام رسانند. با در نظر داشت اقلیم و آب و خاک این منطقه کشاورزان در کشتی تکراری اساساً سبزیجات و پالایش‌ها و خوراک چاروا را پرورش و نگهبانی می‌کنند. طبق اطلاع مسئولین مساحت عمومی زمین جماعت دهات صبرستان 5081 گکتار را در بر گرفته از این 1400 گکتار زمین کارمی آبی میباشد. در حدود جماعت دهات صبرستان 1525 خودشگاه دهقانی فعالیت دارند که زیاده از 3200 نفر سهامداران کار فعالیت میکنند. سهامداران خودشگاه دهقانی جماعت دهات صبرستان اصلا با تاک پروری، باغ پروری، زراعتکاری، غله پروری مشغول میباشند. موافق جماعت دهات 5080 گکتار میدان عمومی زمین موجود ده. از این 2139 گکتار زمین کارم، از این 2139 گکتار زمین ها 1400 گکتار زمین آبی بخمانده زمین لازمی به حساب میروند. ضریب غله به آخر رساندیم 680 گکتار غله ترمایی بود درآمد شدیم. برای از این 717 گکتار میدان های غله بخاری بود هم درآمد کردیم
تا این من همین 47 تا کشتی تکراری گذرانده شد که اصلا زراعت خوراکی چهاربار کشتی کرده شده است. نقشه ما 147 هکتار با کشتی داشت تا سنه 15-20 ماه کشتی تکراری به آخر میرسانیم. کشتی تکراری خصوصا در خارجی دهقانی که چاهای عمودی دارند گذرانده میشد، چون که در دیگر خارجی دهقانی که چاه عمودی ندارند کشتی گذرانده نمیشد، چون که تنقصی آب موجود است. شغل اساسی کشاورزان استراوشنی باغ و تاکپروری و زراعتکاری بوده. در حدود جماعت دهاتی صبرستان 1203 هکتار تاکزار، 143 هکتار میدان باغ و 69 هکتار میدان توت وجود دارد. من 5 هکتار زمین وابسته کرده شده است که این 1 هکتار تاکزار دارم، 1 هکتار باغ و درخت، 1 هکتار گندم بود در کریم، 1 هکتار تربوز، باقیمانده چراگاه. حاضر من در تاک آب گرفتگی من این آبی حاصل ناکی میگوید آب ما ایان وقتی حاصل گیریش. این زمان پرورش نگاهبین سبزیجات و پلیزی ها و جریان کارکرد و کشت تکراری زراعت ها در جماعت دهاتی پشکند و زرحلال نیز خوب براه مانده شده. کشاورزان عزم دارند که تا آخر ماه نقشه کشت تکراری را به انجام رسانند. طبق اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه جهت استفاده ثمرناک آخرانی زمین ها کاربری از جانب خواجگیداران جانب کرده شده. کشاورزان نقشه دارند که در این موسم از هر قطعه از 2 تا 3 مراتب حاصل به دست آورند. برای نشونمای خوبی زراعت ها تامینات با آب پلیزی خوب براه مانده شده. قسم از زمین های حدود ناحیه مذکور توسط چوخهای عمودی آبیاری کرده می شود. کشتی کارتاشکا جماعت دهات زرحلال به 55 هکتار اروی دورنامه، پامیدور 97 هکتار، کشتی پیاز 717 هکتار، پولیزی ها 164 هکتار تشکیل می دهد. خوراکی چاروا 582 هکتار تشکیل می دهد. از اون کشتی تکراری همگی هکتار 191 هکتار تشکیل می دهد. حاضرش به اجرا 64 هکتار 63% تشکیل می دهد با ادامه دارد. بعد دره و گندم خوراک چاروا هستند دیهای لکت به جماعت دهات زرحلال به کشت میکنند. سونی برای دون جوار مکه سال 70 روز 65 روز به تیار میشد. بازرگانان استراوشنی بوستانی دستور سپارش‌های سروری دولت را جهت تامین امنیت عضوقواری کشور و فراوانی بازار داخلی سرمشق کاری خود نموده بیش از پیش بران میکوشند که دستورخوان مردم را پرغناوت گردانند. در کتابخانه ملی در حوزه قبول گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و وارد گردیدن تغییر الهه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر مادر در تعلیم و تربیت فرزند همایش علمی عملی برگزار گردید. گزارش در این باره. ریایه قانون کفیل رشد با ثبات جامعه زیر همین عنوان در کتابخانه ملی همایش علمی عملی برگزار شد که در آن نماینده کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، نماینده کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، استادان دانشگاه‌های کشور و کارمندان کتابخانه اشتراک کردند. در چارابینی ذکر گردید که مقصد از قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و تغییر الهه‌ها با آن پیشگیری از خراجات زیادتی ظاهرپرستی و اسرافکاری هنگام برگزار نمودن جشن و مراسم، پس کردن سطح کمبیزاتی در جامعه، بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی، پیشگیری واردشوی عنصرهای بیگانه و غیر ملی به عنعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان و از بین بردن خرافات به حساب می رود. قید گردید که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان به عنوان قانون ملی تاجیکان توانست زمینه را برای قبول دیگر قانون‌های ملی فراهم آورد. در چنین شرایط به تنظیم آوردن یا اینکه صرف نظر کردن بعضی از مسائل‌هایی که به حیثیت ملی تاجیکی مربوط نیستند، به قانون‌های جمهوری تاجیکستان موافق نیستند و در نهایت نمی‌توانند در خور منفعت‌های ملی مردم تاجیکستان باشند، در اینجا تفسیر گردید و برای ما نیز قابل پذیرش است که امروز ما قبل از اون که به
جشن و مراسم هایی که اصالت دینی، اصالت ملی، اصالت فرهنگی و اصالت اجتماعی ندارند، بهتر آن است که به مسئله های معنویت، به مسئله های فرهنگ، به مسئله های تمدن و به مسئله که به حفظ ذهنیت فرزندان ما مربوط است، به اون مسئله ها توجه کنیم، شایسته و ارزشمند خواهم بود. تعلیم و تربیت فرزند و در روحیه خودآگاهی و خویشتن‌شناسی به وی رسانیدن نسل نو است یکی از مسئولیت‌های مهم پدر و مادر و در عموم جامعه به حساب می‌رود. رشد بمیلان تکنیک و تکنولوژی و در زمینه آن آشنا گردیدن نسل نو به عرف و عادت و فرهنگ و عنعنه‌های بیگانه، برخورد فرهنگ‌ها و تأثیر آنها بر رفتار و کردار جوانان، ضرورت قبول قانونی نو را در ارتباط با تعلیم و تربیت نسل نو به میان آورد. پیشگیری سوختار از خاموش کردن آن آسان‌تر است. تحت همین عنوان کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در همکاری با نمایندگان دیگر نهادها در بازار و مرکزهای سودای شهر کولاب کارهای پروفیلاکتیکی آتش‌نشانی و پیشگیری کننده می‌گذرانند. در این سنجش همکارانمان حضور داشتند و از رفت آن گزارش آماده نمودند. با مقصد پیشگیری از حادثه‌های سوختار و حفظ مال و اموال ساکنان، کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌ها پیوسته کارهای فهماندهی در بین اهالی و مشق‌های تاکتیکی آتش‌نشانی را در تشکیلات و مؤسسه و بازار و مرکزهای سودا می‌گذرانند. نتیجه این است که خوشبختانه حادثه‌های سوختار کم گردیده، تلفات آدمان و مال و اموال نیز کم به قید گرفته شده است، ولی تا هنوز در بازار و مرکزهای سودا و بعضی مؤسسه‌ها قاعده‌های بخطری از سوختار را رعایت نمی‌کنند. از این رو در فصل گرما این نوبت کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در منطقه کولاب و قسم 33 حربی کنانیده شده خدمات دولتی آتش‌نشانی عاید به محافظت شهر کولاب کارهای پروفیلاکتیکی آتش‌نشانی و پیشگیری کننده را در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی، پروکراتورای شهر کولاب، خدمات نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی، ریاست تاجیک مطلوبات در شهر کولاب، شورای سابقه‌داران، شبکه‌های برق، ناظران منطقوی میلیسیا، گروه‌های کاری تأسیس داده وضع بخطری از سوختار را در بازارها، مرکزهای کلان سودا، انبارها، مغازه و دکان‌ها، نقطه‌های خوراک عمومی مورد سنجش قرار دادند. هنگام سنجش در بازار سخاوت شهر کولاب معلوم گردید که بعضی صاحبکاران و صاحبان دکان و مغازه‌ها قاعده‌های بخطری سوختار را رعایت نکرده در اطراف حوض آب مانع گذاشتند. خطای ناقل‌های برق را به رعایت قاعده‌های بخطری از سوختار کشانیده حالت سر زدن سوختار را به وجود آوردند. در بازار مذکور جمعه‌ها و نقطه‌های آب در حالت ناگوار قرار داشته هنگام سر زدن سوختار استفاده سری وقتی آنها غیر امکان گردیده است. در اکثر نقطه‌های سودا با طلبات جوابگو نبودن تجهیزات آتش نشانی معین کرده شد و معلوم گردید که یک قسم آنها کارناشایان میباشند. برای رعایت نکردن قاعده‌های بخطری از سوختار، ظرف‌های گاز مایع و دیگر تجهیزات برقی به طلبات جوابگو نبوده گرفته شده. نسبت یک قطار صاحبکاران و شخصان مسئول پروتکل‌ها ترتیب دادند و به کارمندان بازار و مرکزهای سودا کارهای فهماندهی گذرانیدند. اطلاع داده شد که همین گونه کارهای فهماندهی و سنجش‌های حالت بخطری از سوختار در آینده نیز پیوسته گذرانیده می شود. شیرین جان سفرزاده، سیف‌الدین اسماعیلوف از شهر کولاب برای برنامه نوید. امروز در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان محفل علمی ادبی و فرهنگی شاعری خلقی تاجیکستان برنده جایزه دولتی به نام رودکی اسکر حکیم برگزار گردید. در محفل عالمان و ادیبان و محققان شعر معاصر تاجیک اشتراک کردند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. در محفل علمی ادبی که با اشتراک راهبران و نمایندگان ساختارهای دولتی و دایره‌های علمی و ادبی کشور صورت گرفت، تذکر داده شد که اسکر حکیم از زمره کمترین شاعران است که هم در ایجاد شعر معاصر و هم در تحقیق خیلی موفق است. چنانکه که خود شاعر با ظرافت خاص گفت: میان شاعران بهترین منقد و میان منقدان بهترین شاعرم. آن نکته به بحث است که میان شاعران و منقدان ایشان جایگاه خاصه پیدا
کرده سالهاست که این موقع را نگاه می‌دارند. منعقده که در کارگاه شاعری آبتاب یافته است، واقعا شعر را بهتر از دیگران درک می‌کند و سره و سقط حسن و قبح آن را دقیق‌تر معین می‌نماید. سحرگاهان وزان بادی نسیم است و وقتی شامگاهان ترس و بیم است، ولی در چهار سوی روزگاران سخن پرداز ما عسکر حکیم است. استاد عسکر حکیم از شاعران نامور تاجیک در 2 عصر آخر است. او هم مکتب ادبی ادبیات معاصر در دوران شوروی را از سر گذرانده است و همچنین از پیشگامان ادبیات معاصر تاجیک در زمان استقلال هست. دوم خصوصیت استاد عسکر حکیم این است که هم محقق بسیار برجسته است و در تحقیق شعر معاصر بسیار نقدهای خوب انشا کرده است. اگر ما با مقاله‌ای که در نقد ادبی استاد در دهه 70-80 عصر 20 نوشته است نظر افکنیم، بر علا نمایان است که همچون یک محقق شعر معاصر تاجیک و روندهای شعر معاصر تاجیک را بهتر از او کسی تحقیق و معرفی نکرده است. شاعر گرمت آنان می نمود، آفتاب دولتش تابنده بود. شاعر خلقی تاجیکستان عسکر حکیم درباره شعر معاصر و ایجادیات خویش ابراز نظر کرده، از جمله تاکید داشت که استعداد پیش از همه زحمت است و انسانی صاحب هنر بیشک زحمتکش فداکار است که همه عمر پی انکشاف دادن لیاقت خود رنج میکشد. شوق آفریدن بسیار کسان را آنچنان پابند میکند که برای به دست آوردن زلف سخن سالها شب زنده داری میکنند و در چندین رشته سخنوری، شعر، نثر، آثار صحنوی، پوبلیسیستیکا، نقد ادبی، ترجمانی هنر می آزماید و پیروز هم می شوند. خوشبختانه در شعر معاصر آن موضوعهای وارد گردیدند که هم برای شاعر و هم برای دوستداران شعر نوگانی و دلپسند است. در حقیقت آگاهی استاد عسکر حکیم همچون محقق هم از شعر معاصر فارسی زبان و هم از شعر معاصر روس و هم از شعر معاصر جهان سبب شده است که او تواند زبان بیان خاصی در شعر خود پیدا کند و جایگاه خود را در ادبیات معاصر استحکام بخشد. سومین ویژگی استاد عسکر حکیم این است که در شعر توانسته است که لیریزم را با دراماتیزم آمیزش دهد. این کار ساده نیست. مثلا همین نمونهش شعر ایمان سگ یک شعر دارد استاد عسکر حکیم که همین دو پهلو را بسیار خوب به همدیگر آمیزش می‌دهد و با بیان بسیار خوب یک مسئله مهم انسانی را تحلیل میکند و معرفی میکند. شاعر نوآور و تازه‌گو و وطندوست و خویشتن‌شناس عسکر حکیم بهترین شعرهای خویش را بهر حاضرین قرائت کرد. همچنین سرایندگان شناخته و معنی سرایی که به شعرهای او آهنگ بستند، ترانه‌های پرمضمون و زیبایی را پیشنهاد اهل تالار نمودند. در دوران صاحب استقلالی عنعنه‌های نیکی کتاب و کتابداری بنیاد کتابخانه‌های نو، نشر سلسله اثرهای بدیعی، ادبی، علمی، تاریخی و تعلیمی وسعت همه‌جانبه می‌یابند. این است که ساحه کتابداری در مملکت بیش از پیش رو به انکشاف دارد. به مسئله تکمیل فعالیت کتابخانه‌های مرکزی و عمومی در ناحیه تاجیک‌آباد هم توجه مخصوص روانه گردیده است. یکی از سمت‌های اساسی بخش فرهنگ رشد و توسعه ساحه کتابداری و بعد این وسیله معرفت نمودن اهالی میباشد. در این سمت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی طبق نقشه چاره‌بینی‌ها در سطح ضروری راه‌اندازی شدند. با مقصد اجرای امر و فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد جهتی برگزار در سطح بلند تشکیلی برگزار کردن آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و جلب نمودن جوانان و خوانندگان به کتابخوانی و کتابدانی. آزمون‌های دور اول و دور دوم آزمون مذکور را در سطح ناحیه با اشتراک 1468 نفر خوانندگان جنبش نموده 36 نفر غالبان را به دور جمهوریوی راه خط دادند. ما مسئولین کوشش بر آن داریم که امروزه جوانان و نورسان را به کتابخانه جلب نماییم. ما امید داریم که جوانان و نورسان ما در آزمون‌های سطح جمهوریوی اشتراک می‌کنند و سزاوار جای‌های نمونوی می‌گردند.
در تابعیت شعبه فرهنگ ناحیه توجیک‌آباد 2 کتابخانه مرکزی از جمله کتابخانه بچگانه و 13 کتابخانه‌های دیهاتی فعالیت دارند. فوند کتابخانه مرکزی را 6524 عدد کتاب‌ها تشکیل می‌دهد. امسال از طرف کارخانه دولتی تامینات و سودای کتابی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان 588 نسخه کتاب رایگان و از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه 452 نسخه کتاب‌های تازه نشر خریداری گردیده به کتابخانه‌ها تقسیم کرده شدند که این برای اشتراک فعالانه اشتراکچیان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است مساعدت می‌نماید. در ناحیه تاجیک‌آباد 15 عدد کتابخانه‌ها فعالیت دارند که همیشه در زیر توجه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قرار دارند. طبق دستگیری و مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه 6 عدد کتابخانه‌ها در ناحیه ساخته و استفاده داده شدند و در دایره نقشه چاره‌بینی‌های جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی تصمیم گرفته است که با واسطه شریکان رشد، صاحبکاران محلی و سهم اهالی یکچند کتابخانه‌هایی که بنا دارند و به تعمیر و از نوسازی نیاز دارند ساخته و استفاده دهند. مشاهده‌های ما نشان داد که تدبیرهای عملی که در کتابخانه مرکزی وجود دارد در کتابخانه‌های دهاتی به طور ضروری به راه مانده نشده است. این مسابقه با مقصد اشتراک در آزمون فروغ صبح دانایی صف اعضایان کتابخانه‌ها بیشتر گردیده ایستاده است. در کتابخانه ما دو تا کتابخانه است، بچگانه و کلانسالان که فوند عمومی کتابخانه کلانسالان 11651 نسخه میباشد. از آن جمله 3251 تاش با زبان روسی، 400 تاش با زبان تاجیکی. با قریبی به ناحیه ما کاران کتاب تشریف آورد که ما از آن کتاب‌های تازه نشر استفاده نموده به کتابخانه‌های دهه‌ها وارد نمودیم و 481 تای آن را به کتابخانه کلانسالان جا دادیم. آدمای میخوندگی بسیار از طرف حکومت، معارف و دیگر مقامات ها میان میخونن، کدومش که با خیر میبرن میخونن با میارن، گردش ما نغز است. در آثارخانه ناحیوی شماره زیاد یادگاری‌های باستانی و مصوره‌های تاریخی، اسباب و انجام قدیمه جمع‌آوری کرده شده است. در آثارخانه 535 عدد اکسپونات‌ها موجود میباشند. از دور نزدیک از مکتب‌ها میمون‌های خارجی هست، از هر گوشه و کنار من تاجیکستان آمده تماشا میکنن. آینده ما نقشه داریم که آثارخانه رو باز کلان‌تر کنیم. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه توجیک‌آباد جهت اجرای با صفت قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره برنامه دولتی رشد مؤسسه‌های فرهنگی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و اصلاح وضع در این سمت چاره‌های ضروری را باید عملی نمایند. дар деҳаи батоши ҷамоати деҳоти қаратоғи шаҳри турсунзода ҷиҳати эҳёву рушди ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои миллӣ ҳамоиш таҳти унвони «Зан модари тоҷик пазандаи беҳтарини нон аст» ташкил ва баргузор гардид ки дар он занони ҳунарманд ва катбонҳои моҳир иштирок намуданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бахтиёр Қодирзода аз шаҳри Турсунзода. дар доираи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар деҳаи батоши ҷамоати деҳоти қаратоғи шаҳри Турсунзода баҳри эҳёву рушди ҳунарҳои мардумӣ ва хӯрокҳои миллӣ ҳамоиш таҳти унвони «Зан модари тоҷик пазандаи беҳтарин нон аст» ташкил ва баргузор гардид. дар ин ҳамоиш занони ҳунарманд ва катбонуҳои моҳири деҳаи батош бо як ҳуввияти миллӣ, ҳунари кайвонугӣ ва тарзи пухтупази таомҳои миллиро ба ҷавондухтарони деҳа нишон доданд. лозим ба таъкид аст ки ба хотири ҳифз ва нигоҳдошти фарҳанги аҷдодӣ ва тарғиби хӯрокҳои миллӣ шурӯъ аз 1 июл дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри Турсунзода бо иштироки занони ҳунарманд ва катбонуҳои моҳир иқдоми «Зан модари тоҷик пазандаи беҳтарин нон аст» ҷараён дорад. деҳаи мо яке аз деҳаҳои пешқадамтарин дар ҷамоати Қаратоқ ба ҳисоб меравад. дар деҳа занони пешқадам ҷудо ҳам бисёр ҳунарҳои
ملی هر یک خاندان ما از هنرهای ملی با خبر هستند. وقتی که من همین دخترای به شوهر میدهیم، پیش از به شوهر دادن ما با هنرهای ملی، با خوراک‌ها، با خوراک‌پزی می آموزیم، با دوختن لباس می آموزیم، با عزت و اکرام تربیت میکنیم که در حیات در عائله وی نمونوی شده زندگی کند. هدف از برگزاری چنین همایش‌ها این جلب نمودن زنان و دختران هنرمند، کدبانوهای صاحب ذوق به احیا و رشد عنعنه‌های ملی، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری، آماده نمودن دختران به حیات مستقلانه، پرورش احساس خودشناسی و میهن‌پرستی، احیا و حفظ و نگهداشت بهترین سنت‌های ملی نیاگانمان در سمت آماده نمودن خوراک‌های ملی، خورش‌های بالذت، طعام‌های محلی و بلند برداشتن ذوق کدبانوگی میباشد. طبق نقشه چهاربینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسنزاده در تمام شهر رشد هنرمندی برامون داشته است. امروز ما در دهه بتاش همه زن‌های هنرمند دهه را جمع کرده برای آموختن و زنده کردن هنرهای مردمی، دختران دهه را برای یاد گرفتن از خود کردن هنرهای مردمی، برای از خود نمودن خوراک‌های ملی قدیمه خود جلب نمودیم که امروز تمام دختران به این کار وابسته شدند و تمام زنها میخواهند که تمام دختران دهه چنین کارهای عنعنه‌ای ملی ما را در آینده دوام دهند. به همه ما معلوم است که طبق غمخوری‌های پیشوی معظم ملت امروز زنهای تاجیک ما میخواهند که هنرهای مردمی خود را بین نسل امروزه احیا گردانند و ما از آن خرسند هستیم که امروز ما می توانیم اندکی هم باشد بین زنها با مصلحت کار کرده همین دختران دهه خود را در همین روحیه برای احیا کردن هنرهای مردمی وابسته نماییم. تذکر داده شد که این همه ارجگذاری خلقی ما به زنان و مادران بهوده نیست. آنها همیشه ستون اساسی روزگار، نگهدارنده همه سنت‌های والای ملی ما بودند و هستند که در نوبت خود این ستون نگهدارنده ملت ما در روی زمین میباشد. бостоншиносони австралия аз кашфиёти навбатии худ хабар медиҳанд. онҳо осори таърихии 50 000 сол пешро кашф карданд. дар шаҳри витебски беларус фестивали бозори славянӣ расман кушода шуд. шарҳи бештари ин ва чанд хабар дигар аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома.